دانیال نبی. در روایت معتبر آمده پیامبر خدا دانیال نبی هنگام سکونت در شوش با قحطی سخت و خشکسالی ویرانگری روبرو شد. مردم درمانده نزد او آمدند و التماس کردند: ای پیامبر خدا، برای باران دعا کن. دانیال نبی به همراه آنان به بیابان رفت. او با ایمان راسخ دستانش را به سوی آسمان برداشت و از خداوند طلب باران کرد. هنوز دعایش پایان نیافته بود که ابرهای پرباران پدیدار شد و بارانی رحمتبار زمین خشکیده را سیراب کرد. این معجزه هم نشانه نبوت دانیال نبی بود و هم اثبات کرد که دعای پیامبران مستجاب می شود.